شاهزاده عرب برای سنجش 20 دقیقه در قبر بود تا اینکه مرگ را احساس کند. پس از 20 دقیقه ابو عمر به تو حیات دو بخشیده شد. این نعمتی از آفریدگارمان. الحمدلله تو لذت مرگ را چشیدی در مدت 20 دقیقه. من تصور کردن نمیتوانستم که حیات اینقدر کوتاه است. حیات حق است و مرگ هم حق است. وقتی که تو را به قبر گذاشتند پیش از همه چی را فکر کردی؟ از مناسبتم با الله، با خانواده‌ام، با مردم، با فرزندانم و از همه مهم من با آنها چگونه مناسبت کردم و چی را میتوانم تغییر دهم. و من شاید فکر میکنم با تصوراتم، با خاطراتم چگونه حیاتم را اصلاح کنم. سبحان الله، الله بزرگ است. این در مدت چند دقیقه بود اما چه خیلی سخت به من تأثیر رساند. این خیلی آسان است اما هر یکی ما از مرگ خیلی میترسیم. اما مرگ آغاز سیاحت است بعد از این حیات. بسیاری مردم از این مرگ میترسند، لیکن من میبینم که مرگ به ما درس میدهد چه خیلی درست زندگی کنیم و چگونه به راه راست بازگردیم و نیکی و خیر کنیم. اکنون من تن و دل دارم. الله امکانیت نو داد برای جسم و قلبم. اکنون من آماده هم کار کنم، نعمتهای خدا را جمع کنم و به آنهای بدهم که محتاج هستند تا آخرین نفس. برای واخوری با آفریدگارم آماده باشم، برای فرشته مرگ که جسم مرا میگیرد. اکنون من جسم و قلب دارم و با رضایت الله حیاتم را تغییر میدهم. شاید 1 دقیقه، شاید 1 ساعت، شاید 1 سال، چقدر از حیات من باقی مانده باشد، اما انشاءالله همش بهترین می شود. خداوند تا آخر عمر تو را به راه راست هدایت کند. خداوند تو را نیز رحمت کند.